تو خونه فامیلمون نشسته بودیم، این لوس اینجا بود. هی تنظیم کردم که اینجا یه موقع بلند شدم سرم نخوره بود. رفتم اونور نشستم. مثل همین الان هی جو گرفت، هر سرم دوباره اومدم اینجا، ناخودآگاه اومدم اینجا نشستم، حرفا گرم شد و فلان اینا. گفتم خداحافظ. دیدی این فیلم سینمایی مثلا یه دفعه یارو نگاه میکنه تو دوربینی و خون میاد. من شگفتم بعد اونا استرس گرفتن، وای چی و اینا. من استرس اینو داشتم که فرش خونی نشه. رفتم بیرون، گفتم هیچ چیزی نیست. رفتم بیرون اینجوری نشستم. خب دیدم هیچ کی نمیاد سراغ من. یه 5 دقیقه گذشت، من دیدم که من دارم همینجوری میمیرم که دارم من خون میادم اینجوری. بعدم همسایه طبقه بالا میگه تو چرا اینجوری شدی؟ بزن نه پیدا کنم. عین پتروس فداکار رنگاش رو گذاشت همینجوری. در قید حیات؟ نه خیر، من 20 سالم بود فوت کردم. خیلی هم مخالف بازیگری بود. یه بار بهش گفتم تو رو خدا بیا تئاتر منو ببین، یه بار بیا. بعد اومد محترم. آره محترم، ردیف اول نشست. بعد ما اومدیم رو صحنه تشبیه، دیدم اینجوری نشسته برای خودش. بعد اومدم دم آوانسه، یه صحنه بود ما با تماشاگرام میتونستیم ارتباط برقرار بکنیم. من به بابام نگاه کردم، گفتم چطوری؟ تو کارت انجام بده. فکر کنم واقعا اومدی باش ارتباط برقرار. تو کارت انجام بده، درست بازی کن. آبرو سرم بمونه.